هلو آقا، منم الان از بیرون رسیدم خونه و دیدم که بستم از تمو رسیده. بیاین که با هم دیگه بازش کنیم ببینیم این همه هی تمو میکنن چیه. به خدا تو اکسپلورم باز که میکنم از هر 10 تا پستی 9 تاش تموه درباره تمو. بعد منم چند روز رفتم تو سایتش دیدم که واقعا قیمتش وسوسه کننده بود. مثلا یکی از این ترازوهای چمدون رو من داخل مغازه دیده بودم 10 یورو، توی تمو همون دقیقاً بود 4 یورو و خب خیلی ترغیب شدم که بگیرم. اولیش یکی از این دستگاه بخوره که من اینجا شبا که میخوام صبح خیلی اذیتم بینیم خشک میشه. یکی از این سفارش دادم برای کنار تخت. بذارین تا ببینیم چجوریه. نگاش کن. باید روشنش کنم ببینم کار میده یا نه. رسول یه آداپتوری داری که USB بخوره؟ آره به این میخوره USB. چجوری میخوای بزنی بهش؟ آداپتوریه؟ خب من توی این آب ریختم. اینجا هم بزنیمش به برق. چرا کار نمیکنه؟ خب حالا روشنش کنیم. خیلی گوگلیه. کاپشن سفارش دادم. امیدوارم اندازه‌ام باشه نخوام پس بفرستم. چطوره؟ خوبه؟ آره؟ خب از اینم راضی بودیم. بریم سراغ آیتم بعدی. آها این همون ترازو است که گفتم خیلی قیمتش خوب بود. اینو باید رسول تستش کنه ببینه که خوبه یا نه. رسول این تست کن. چی تست کنم؟ نمیدونم زیباش بعضی تو. آیتم بعدی یه دونه از این لیمو چروناست. اینو فکر نکنم جنسشون اونقدر خوب باشه. این فکر کنم از این بی خدا نمیدونم جنسش انگار اونقدر خوب نیست.
و آیتم بعدی 2 تا از این اسپریای روغن گرفتم که توشون روغن میریزی و اینجوری. اینم باید تست کنم ببینم چجوریه. از اینجا روغن میریزی، از اینجا هم که اسپری میکنه، اینه که فشار بدی. اونقدر آیتمای لوازم خونش خوب نیست جنسش، یعنی اینم پلاستیکیه و یه جنس معمولی خیلی ساده داره. یا مثلا این اونقدر فلزش انگار جنسش خوب نیست، کجم هست. خونش خوب نیست ولی بقیه چیزاش خوبن. آقا این پراتش هم رسول تست کرد، خوب کار میکنه. همین دیگه بچه‌تون. آقا این طحینه، یه نوع ادویه مکزیکی که از ترکیب فلفل و لیمو و نمک و ایناست. بعد خیلی تعریفشو میکنن که خیلی خوشمزه است و نمیدونم با میوه مخصوصا خیلی میگن تست کنید خوبه. بعد دیگه انقدر من گشتم دنبالش تا پیداش کردم و حالا میخوایم تست کنیم ببینیم که چجوریه. میگن خیلی خوشمزه است. من اسم میکنم که باید میموند روی میوه، طعمشو پس بده. چه طعم خاصی نمیداد، خیلی خشک، اصلا طعم نمیده. خب فکر کنم باید بمونه. همه اینه که میخورن گفتن واو خیلی خوبه، خیلی خفنه. از من طحین اصلی پیدا نکردم، شاید چون اصلی نیست اینجوریه، نمیدونم، بدم اشتباه استفادهش میکنم. همینجوری میخوردم بقیه. نه کاملا مشخصه که اصلا طعمشو نمیتونه بده.